هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد شب قدر بر همه شب‌های سال فضیلت و برتری دارد، به خاطر اینکه قرآن کریم در آن شب نازل شده است. طبق تخمین بیشتر علمای اسلامی شب قدر و شب 27 ماه شریف رمضان راست می آید. این چنین به گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب قدر این شب‌های طوق 10 آخر ماه رمضان است، یعنی شب‌های 21، 23، 25، 27 و 29 می باشد. خصوصا شب 27 سال 2026 شب قدر و شب 14 و صبح 15 مارس راست می آید. لیلة القدر چی معنی دارد؟ امام زهری و امام ورا گفتند که قدر به معنای شرف، عزت، منزلت می باشد. یعنی هر کسی که در این شب خواب نرفته شب زینده‌داری کرده، خداوند را عبادت کند و با تلاوت قرآن مشغول شود، پس پروردگار با او عزت و شرف می دهد. خداوند در قرآن در پاره 30 یک سوره مخصوص به نام این شب نازل کرده است که نام آن سوره قدر می باشد. خداوند در قرآن در سوره قدر در آیت 1 می فرماید ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. پس معلوم می شود که در این شب قرآن کریم به زمین فرود آمده است. آیا می دانید که شب قدر چیست؟ خداوند در قرآن در سوره قدر آیت 3 می فرماید شب قدر بهتر از 1000 ماه، یعنی عبادتی که در این شب ما میکنیم از عبادت 1000 ماه بالاتر است. عزیزان، این شب قدر به تو دو چیز مهم را میدهد. یکم، در نامه اعمال عبادت 1000 ماه نوشته می شود. دوم، تمام گناهانت بخشیده می شود. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که در این شب قدر برای نماز خواندن برخیزد، پس تمام گناهان او بخشیده می شود. تصور کن، زیرا آن گناهان تو را پروردگار در یک شب نصف می کند و می بخشد. پس چرا در شب قدر خواب می کنی؟ چرا تا سحر بیداری نمی کنی؟ مگر راحت می خواهی؟ پس مرحمت یک شب عبادت کن، پس گویا تو 1000 شب عبادت کرده باشی. آیا از این تحفه کلانی هست؟ البته که نیست. آیا میدونید که شب قدر به نزد ما کی می آید؟ خداوند در قرآن در سوره قدر در آیت 4 می فرماید در شب قدر جبرائیل علیه السلام همراه ملائکه ها به زمین می آید. پس هر کسی که به عبادت مشغول باشد، پس به او رحمت خدا را می رساند و تقدیر نیکی را برایش می نویسند. تقدیر را تنها ملائکه ها می نویسند، نه که جبرائیل علیه السلام. حضرت مادرمون عایشه رضی الله عنها به سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند ای پیامبر خدا، در شب قدر ما چی دعا کنیم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند در شب قدر این دعا را بخوانید: اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یعنی خدایا تو بخشاینده هستی و بخشیدن را دوست می‌داری، پس گناهان ما را ببخشا. این دعا در کتاب تفسیر معارف القرآن و در تفسیر قرطبی آمده است. شب قدر در سنه 27 ماه شریف رمضان می آید. ما از کجا می دانیم که شب قدر آمده است؟ شب قدر دارای نشانه های زیرین می باشد. در شب قدر وقتی که به آسمان نظر کنیم، آسمان صاف و بی ابر است. نشانه دیگر این است که ستاره ها در این شب روشن‌تر هستند و در آسمان یک روشنی خوب نمایان است، مثل شب ماهتابی. در کتاب قرآن آمده است که در سوره قدر یعنی تقدیر به نام خداوند بخشاینده مهربان ما در شب قدر نازل کردیم قرآن را. و تو چی دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر شب است که بهتر از 1000 ماه است. در آن شب فرشتگان و روح چهار با فرمان پروردگارشان برای انجام دادن کارها نازل می شوند. آن شب تا طلوع بامداد همه سلام و امین است. بعضی مردم و یا زنها میگویند که من در شب قدر به بیرون برآمدم، چیزی را دیدم. این سخنها هیچ حقیقت ندارند، پس شما باور نکنید. در شب قدر تنها رحمت الهی و بخشش گناهان است. دیگر چیز دیگری را نمیبینیم. در این شب باید پس از نماز خفتن تا برآمدن طلوع آفتاب خواب نکرده، یعنی باید که عبادت کنیم. آیا میدانید که دیگر کتاب ها کی نازل شدند؟ ابوذر غفاری رضی الله عنه میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند
کتاب قرآن در شب 27 رمضان نازل شده است، یعنی در شب قدر. کتاب تورات در شب 26 رمضان نازل شده است و کتاب انجیل در شب 13 رمضان نازل شده است و کتاب زبور در شب 18 رمضان نازل شده است و صحیفه های حضرت ابراهیم علیه السلام در شب 3 رمضان نازل شده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.